ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. زینب، چیزی را که خواسته بودم برام آوردین خاله جان؟ بله دخترم مقبول و زیبا مامورا برات آوردیم. آخ او دختر ماست، او دختر ماست. این چطور امکان داره؟ این براک اینجا چی میکنه؟ یعنی کیا میفهمید؟ اینا او اختطاف کردن؟ آی خدای تو برم صبر بدی براکو میفهمید؟ مارا میتی؟ ها؟ ببین چقدر پشمکای مقبول داره، چقدر خوبیش است نه؟ چطور امکان داره؟ او در بغل براک چی میکنه؟ اونا میفهمیدن که دختر ما اختطاف شده، یعنی براک از کل چیز خبر داشت. خوش آمدید. خوش آمدید. آی بسیار پشتتان دق شده بودم عزیزم. مهم نیست. بسیار کار خوب کردی که آمدی. خوش آمدین. ها خوش باشی، کل چیز تیار است دیگه. قرحان بیاین دیگه، میز تیار است. چند نوع هوسانه پخته کردیم، شاید خوشت بیاید. بیاین. از اینا خوشت آمد. ایده بازگو که ببینیم چی است عزیزم. زیاد مقبول است، زیاد. بسیار مقبول است. خوش آمدین. من امروز هیچ چیز نخوردیم، برم یک چیز بخورم میایم. درست است. باید همراهت گپ بزنم. اینا میخوان نشر مخته خلاص کنن. اقسم یک کار نمیشه. وقتی که اینا رفتن باز شما به کارتان ادامه بدین. تو کم زیاد فکر میکنی. حیدر کجاست؟ باید کتش گپ بزنم. خانه نیست، به مراسم جنازه رفته. درست است. وقت آمد بگو که برام زنگ بزنه. نام خدا چقدر بر چیزای مقبول آوردن. ببینیم این کلوشا چطور تا اونجا میبری. بسیار زیاد مقبول هستن. مرا خود زیاد خوشم آمد جانم. ببین که خوش تو هم میایه یا نه که خانه ببریمش.
بریم سهر. سهر زینو پیدایت کردم. تو کی هستی؟ برات میگم یک دانه کل چیزم میگم. تو چقدر کلان شدی، چقدر مقبول شدی، کل چیزا برات چی میکنین؟ چی گپ است؟ شما کی هستین؟ ها؟ درست است. شما آرام کی باش هستین؟ سهر. بخیر سهر. باشین. سهر آرام نکنین. باش. پس شوین. پس شوین. نمیفهمم براک اینا تو کی بگو. هستن؟ خانم سهر دوسته برو کس نمیفهمم چطور اینجا آمده. حتما ما را تعقیب کردن. تو اینجا چی کار داری؟ اینجا یک جمع خانوادگی است. شما میفهمیدین، از اول کل چیزا میفهمیدین. سهر آرام باش. شما طفل من سهر. حق تف کردین. تو حتما حالا همراه خود میگی که او مرا زیاد دوست داره. اگر برای مرا ترک نمیکنه، مرا همراه خود میبره، یک خانواده خوب میشه، پول دارم است. اگر براک تو را ببره و از تو جدا نشه دیگه مصارفش نمیتون. اگر نیت عروسی را همراه او را داری اصلا فکرشم نکن. ببین پیش از تو با دوست دخترش که سالا همراهش بود رابطه خدا نخواست که جدی کنه. دخترای مثل تو که هستن نه، وقتی یک بچه پول داره پیدا میکنن میفهمی چی میکنن؟ حامله دار میشن. من بیشتر از این نمیتونم گپای ناقصانه بشنوم خانم. برام اجازه بده که کلا گپای ما بگویم. هوش کنی ای کارا نکنی. اگر براک کوشش کنه که دو وضعیت تو را پیش روی ما بیارم بی پول میمونم. حالا گپا فهمیدی؟ ای دختر چطیاتی چی میگه؟ طفل چی؟ به نظرم ای دختر عقل خود از دست داده. اما با نظر من قسم نیست. براکی دختر چی میگه؟ کی خطاف کرده؟ چی گپ شده؟ سهر چی شده؟ دور باش، تو هم دست اوناستی، کل چیزا میفهمیدی، هیچ وقت نمیبخشمت. کلت حالا نابود میکنم. زینوی چی میکنی؟ پس شو. درست است. دیوانه درست شدی؟ است. آرام باش. آرام باش. درست است. تو به خدایا. اینجا بیا، زده بیا یا خدا تو همونجا استاد باش. استاد باش همونجا. همونجا استاد باش. این دختر سالا پیش تو بود. همونجا باش. مادر تو زینب داخل ببر. بیا جانم بیا که داخل دخانی بریم. ما چیخ نزنین. دخانی ما چیخ نزنین. پدر جان چی گپ؟ چیزی نیست یک دونیم. حالا برو. بیا جان مادر بیا.
نمیتونم باز به او قبرستان پس برم. بیادر اوضاع هیچ خوب نیست. باور نمیکنن که من بیگناه هستم. تباه شدم بیادر جان. امی هفته حکم صادر میشه. وکیل ایت گپ خوب نگفت. با اینجی بگو بیادر منتظر من نباشه. بگو هیچ امید نیست. به این خاطر منتظر نباشه. دختر جوان است. بگو جوانیت قربان من نکن. اگه بمرم دیگه با اون جان نمیرم. خدا کمکم کنه. مصطفی مصطفی آی خدایا مصطفی کجا رفت؟ مصطفی آی یادم کجا رفت؟ مصطفی مصطفی توبه خواهرم چرا این قسم چیغ زده رفته؟ حتما باز کدام اتفاق بد افتاده. توبه نه اونجا را تا وقت آماده کردن نمیتونم. یک جای دیگر را باید پیدا کنی. پس کار کردن نمیتونم. باید منتظر باشیم. درست است؟ میگم باید منتظر باشیم. چرا نمیفهمی؟ با صاحب خانه کدام مشکل پیش آمده باید عملیات میشد. از خاطر نمیتونم. با خانه باید بریم. فهمیدی؟ درست است؟ درست است. حالا دیگه خسته نباشی. باز گپ میزنیم. خداحافظ. خوش آمدی. خوش باشی. تتن ای چی است؟ ایره اینجا میمونم. اوپ ایام دیگه. وای قوام است. حالا میتونی ازی بگی. وای راستی مراد به خاطر زحمات دیروز اگه راست بگویم به جایی که تشکر کنم یک کمه کارای احمقانه کردم میفهمم، اما امروز میخوایم که توضیح بدم. نیازی نیست برم توضیح بدی. همین شیرینی کافی است. تو تیارش کردی؟ ها ممتر کردن شاید دارم، اما وقتی که اینجا می آمدم از شیرینی فروشی خریدم. دروغ نگم. درست است. آفرین. نمی قسم ما دقیقاً میخواستم راست شبرم بگوی. آفرین. بیبی ضرور نیست که با کسی دروغ بگویی. فهمیدی جانم؟ به خاطر که تو یک دختر مهربان هستی. دختر مهربان؟ واقعا همه تو فکر میکنی؟ بله من خواهم قسم فکر میکنم. یکی در زندگی تو کسی هست یا نیست، با کسی رابطه داری یا نداری، برام هیچ مهم نیست. به خاطر که تو همه قسم مالی هستی. تنهایی اصلا خوب نیست. خب بالاخره از این تنهایی بیرون میشی، اما هنوز بسیار جوان هستی. به می خاطر ضرور نیست که همیشه به خاطر دیگران نقش بازی کنی. منظور من فهمیدی نه؟ بعضی کارهای عجیب میکنی. میفهمی حتی به خودم پیام روان میکنی. بسیار عجیب است. حتی یگان تا به خود گل روان میکنم. باور کن. به هر صورت پشتش نکرد. بعضی عامق قسم هستن دیگه. بیبی این در زندگی من کسی هست نیست. دربارش فکر میکنم. در زندگیت کسی نیست؟ یعنی نیست؟ البته که نیست. تو همراه من کسی را دیدی؟ نه. دیدی که همراه کسی گپ بزنم؟ نه نزدی؟ نه. خب اما تنهایی فقط به الله میزیبه. بله البته. خب کمی حساس هستم. راستش از او دخترایی که دروغ میگن بسیار زیاد بدم میآید. این کارشان بسیار بد است. میفهمی مهمترین چیز زندگی چی است؟ نیت خوب و دل پاک داشتن. و پیدا کردن قسم یک آدم بسیار مشکل است. و می خاطر ضرور نیست ای باره فکر کنی. چرا تا حال سر کار نرفتی؟ ها امیال میرم. راستش میخواستم یک چیز را بگویم. گفتی مهمترین چیز نیت خوب و داشتن دل مهربان است. بله قسم است. درست است.
بله همین قسمت به خاطر شیرینی نوش تشکر. جانت. باز میبینیم. امکان داره برنامه کمی تغییر کنم، متوجه باشی. فهمیدی؟ خوب است. باز میبینیم حالا. آی چه قگپای خوب زد. آی خدایا. حتما منظورش از آدم خوش قلب نبودم. گفت نیت صاف، قلب پاک، یعنی شیرینی را بسیار خوش کرد. گفت بسیار مزه‌دار از بعد ازی. یعنی سحر حالا بخیز. سحر خواهر لطفاً بخی. سحر صدای ما میشنوی؟ سحر نمیخواین که به شفاخانه ببرمش؟ سحر خوب هستی نی؟ چطور این کار با ما کردی؟ سحر آرام باش. سحر الیم کن. گفتم چرا این کار کردی؟ تو چطور تانستی امرای یک مادر قسم یک کار کنی؟ ما اولاد ما به تو امانت بان نبودم. چطور تانستی یک کار کنی؟ این قسم هیچ امکان نداره جانم. چه قسم یک طفل تازه به دنیا آمده در کودکستان باشه؟ به نظر ما خو امکان نداره. دخترم تو از دنیا خبر نداری؟ باز خودتام هنوز بسیار خوردستی ها؟ راستش ما یگان رای دیگه پیدا کردیم، اما خب دیگه راستش نمیفهم که چی میکنه. واقعا نفهمیدم. چه قسم یک را؟ پشتش نگه تو حالا غذایت بخو. حالا ما یک دفعه کالا رو ببرم. تو باید متوجه طفلت باشی. حالا دیگه تا که میتونی خوب غذا بخو. اگر نه یک قسم مریض خود شدی. حالا حیدر قبول کرد. گفت اگر خرچ شبته تا که درسش خلاص شوه از طفلش نگهداری میکنه. گفت حالی که قرار است استانبول وکیل شوه، باز به امید خدا حتما بسیار کوشش خواهد که برام آمده اونجا یک کار پیدا کنه. هیچ باورم نمیشه. البته چرا نی؟ البته که تمام خرج مصرفتون میتونم. هیچ مشکلی نیست. فقط کافی است که شما متوجه طفلم باشید. بیازو ما تا درسم خلاص شوه امی جستم. بعد از یک مدت به استانبول خود رفتم. بعدن کامدم باز و خود یک کار پیدا میکنم و طفل خدا پیش خود میگیرم. و جانوش به قدر وقت درس خواندی، زحمت کشیدی تا بالاخره یک وکیل خوب شوی. امکان نداره که درسایت ایلا کنی. تو تشویش نکن. من مثل اولاد خود ازش نگهداری میکنم. تو فقط متوجه خدا در سایت باش. فهمیدی؟ باید یک راه و چاره پیدا کنم. اگر پدرت بفهمه که دانشگاه را ایلا کردیم و یک طفل در بغلم است، از تشویش زیاد سکته خواهد کرد خواهر. و مادرم با او خو اصلا گفته نمیتونم مرا خواهد کشت. ایرون مادیم چی کنم؟ اگر درسم خلاص شوه باز یک کار پیدا میکنم. به هیچ کسم احتیاج نمی باشم و حتما یک چاره پیدا میکنم. باید قوی باشم. دیگه هیچ چاره ندارم. پدرشم خارج از کشور رفته. مرا تنها مانده. کاملا تنها. خودتان میفهمی که به جز تو دیگه هیچ کس ندارم. مریم خواهر. طفلمم کلال شده و با کاری خانه رفته نمیتونم. باید با من کمک کنی. من بدون تو دیگه هیچ کس را ندارم. آی توبه. تو مرا مثل خواهرت فکر کن. بجز خواهر طفلت پیش کی امانت مانده میدانی ها؟ تو دایی باره فکر نکن. تو فقط متوجه درسایت باشو بس. من یک راه پیدا میکنم. هیچ تشویش نکن. فهمیدی؟ چطور پیدایم کردی؟ 5 سال است که هر روز پشت تو میگردم. هر روز میفهمی که تا حالا نفس راحت نکشیدیم. تو ده اینجا چی کار داری ها؟ تو ده پیش فامیلی ایزل چی کار داری؟ میشه برام بگویی نه که شریک جرم هستین. صبر کو. کجا میری؟ نباید جای بری. از پیش چشمایم دور نشی. اگر نه دست پایت خود شکستاندم.
این مسخره بازی را دیگه بس کنید. نه که کلتان دیوانه شدید. زود باشین از اینجا برای. او دختر مست و تا که نگیرمش جایی نمیرم. کم است که ما دیوانه شم. با پلیس زنگ بزن. نه جانم، با پلیس چی ضرورت است؟ اول بانین که ببینیم چی گپ است. مصطفی تو را چی شده جانم مصطفی؟ سرم درد میکنه، بسیار درد میکنه. بخی که به شفاخانه بریم. بخی به شفاخانه نمیرم، خوب میشم. تو چی کردی مصطفی؟ تو چی کردی؟ ای را ببین، ای چی از بلیاز خدا ها؟ قربان چاو میکارن نکو، ای کارا نکو مصطفی. دیگه چاره نیست، دیگه چاره ندارم. طرف ما ببین، طرف چشمایم ببین مصطفی ما دیرا با هم یک جا قدم ماندیم. تو به تنهایی نمیتونی تصمیم بگیری. مصطفی تقدیر ما یکی است. حالا دیگه این تصمیم با هم گرفتی. اگه مجازات میشه امکان کردوی ما شوی. گپ ما شنیدی مصطفی؟ درست است. پس درست است. ما هم خدا تسلیم میکنم. بخواه که بریم بوزه. لطفا یک دقیقه آرام باش، این موضوع با تو ربط نداره. ببین وقتی بوزه رفتیم باز میفهمی ربط داره یا نه. یک قسم ربطش بتم که خودتم حیران بانی. بخواه که بریم حالا. گوش کن، سرم فشار نبیار. اگه نه دم اینجا خاط افتادم. راست میگم، میفتم. همه تو بیخبر از خانه ابراهیم. هیچ دلت به من نمیسوزم مصطفی. کم بود با ما رو میفهمی. میگفتم کجا رفته باشه، چی خواد کردم، از کجا پیداش کنم. کم بود سکته کنم. دهی 5 دقیقه به اندازه 5 سال از عمرم کم شد. میفهمی؟ طرف ما ببین. دیگه چاره ندارم. یا میرم تسلیم میشم یا که اسمت میره کلشیده با پلیس میگه. ملک، به خدا هیچ فکرم آرام نیست. به خاطر خواهرم میگم. او قسم بجره رفته تا حالیم نامده. زود برو ظفر، بیا زمان بسیار به تشویش هستم. ها من متوجه اینجا میباشم، تو دلت جمع باشه. فهمیدی؟ درست است. ها ظفر، اگه پیداش کردی حتما خبر بدی. فهمیدی؟ نه، حتما کدام اتفاق افتاده. او هم یک اتفاق بسیار کلان. میفهمیدی که طفل دار میشه ماما تو نیست. از امو اول ایرم میفهمیدی. چطور ای کار کردی؟ مرا در انقره چه قسم پیدا کردی نه که نفرایت در تقییم روان کردی؟ چه قسم مرا پیدا کردی و طفل مرا چه قسم گرفتی نه که به اینا فروختی؟ هیچ باورم نمیشه تمام اینا را در گردن من انداختی. باورم نمیشه. سحر او دخترم است. او اولاد شما دو تاست براک. بله از تو سحر. سحر زینب دخترم است. بیا یک هوای تازه بگی. بیا دیگه. عایشه، مریم، باور کنین کم مانده که عقلم از دست باتم.
اینا درباره چی گپ میزنن ها؟ نکه درباره دختر ما گپ میزنن؟ مریم تو توسط اعلان کاریابی اینجا آمدی، برام بگو قبلا ایره میشناختی یا نه؟ سیما اینا درباره چی گپ میزنن؟ من نمیفهمم. خاله اینجا چی گپ است؟ نامش سحر کزگون. دانشگاه و رشتهش هرچی که ضرورت است داخل این دوسیت میتونی خودت ببینی. یعنی اگر میخوایی از دانشگاه شروع کنی همیال وقت است. میتونی پیدایش کنی. میخوایم کلی چیزا بفهمم، شاید بخوای از پشت بچیم به امریکا برم. معلومات بگی که به خاطر ویزا اقدام کده یا نه. تمام معلومات برام بیار. تشویش نکنین خانم عایشه. چشم ما از دختر دور نمیکنه. عالی است. نمیتونم فکر ما جمع کنم. نمیتونم جوابی سوالا پیدا کنم. نمیتونم. این اتفاقات نفتاده. متونست اورهان بیادر. این اتفاقات رخ نداده. رخ داده بیادر. تو دم اینجا باشو، کمی هوای تازه بگی. من میرم داخله میبینم. اوف، اتفاقات بسیار بد رخ داد. بخدا کلم هیچ کار نمیکنه. مرا ببین. تو کمی خود راحت بساز. فهمیدی؟ والا چی کارایی که نشد. خانم عایشه، او دختر حامله است. 2 روز پیش از دانشگاه بیرون شد. شفاخانه رفت، آزمایش انجام داده و این هم نتایجش. خداوند لعنتش کنه. میفهمم خداوند لعنتش کنه چی بگویم. خب یک کاری میکنیم. حالا حتی هر نفس و دختره تحقیق میکنیم. یعنی میخوایم که از تمام موضوعات خبر شوم. درست است؟ اما او دختره 1 ثانیه هم تنها نماند. فهمیده شد؟ واقعا باور نکردنی است. اگر سنگام در پای دختر بخورم میگه گناهی من است. آی میگم یک اشتباه شده. مریم با یک آگاهی آمد، به خاله هیچ ربطی نداره. به نظرم شما اشتباه میکنین. ما به خاطر یک کار آگاهی دادیم. باز میبینیم که چی میشه. تشویش نکنین. با آگاهی ما جواب دادن. تفسیر نامشان زیاد خوب بود. قبولشان کردیم همراه اولادایشان. اینجا آمدن از بین قدر فامیل. آی ما اونا را انتخاب کردیم. چرا نمیفهمین؟ خب بگی اگر به گپم گوش کنی تا آخر عمر در زندگی آرامش به دست میاری. بعد از ایش دیگه مربوط خودت میشه که چی تصمیم میگیری. میخواین من چی کنم ها؟ بسیار آسان است. این شماره را بگی، هر چی زودتر همراهشان گپ بزن. باز برشان بگو که تو 5 سال نخانیشان کار کنی و یا توسعه نامیش است. باز اونا زود کده تا رده کار استخدام میکنن. فهمیدی برات چی گفتم؟ مریم جان کوشش کو که تمام کارایت بسیار به خوبی پیش ببری. درست است؟ داخل یام اوراق او طفل است. جلی از اما کسی نمیفهمه. بعد از پیش خانواده‌ای که میرین اونا صاحب طفل نمیشن. باز اونا میخواین که این طفل به فرزندی بگیرن و تو هم این طفل به اونا به فرزندی میدی. قبول میکنی؟ بسیار آسان است. باور کن زیاد پول دارم میشی. ما بسیار زود کتی و طفل عادت کردیم. خواستیم که اولاد فرزندی ما باشه. وقت خانه مشاوری کار قبول کردن، باز ما برش تذکره گرفتیم. دیگه خلاص از گپ. زنه را که میفهمیدی صاحب طفل نمیشه، چطور تونستی که با او تذکره بگیری؟ این امکان نداره. کارت تولد همه چیز داشت. حتی نام پدر و مادرش نوشته بود که طفل مریم و حیدر. معلوم دار است که ساختگی بوده. یک گپ واضح است. آی ما چرا بحث میکنیم ها؟ یک چیز به نام معاینه دی ان ای است. نه در 5 دقیقه کلی چیز معلوم میشه.
این موضوع دیگه زیاد بی‌معنا شده. من واقعا دیگه حوصله‌اش ندارم. راست میگم. خانم سیمای طفل من به دنیا آوردین. آی این زن از بین سحر آرام باش جانم. من طفل من به خاطر ماینه روان نمیکنم. کسی از شما پرسان نکرده خانم مریان. اگه این موضوع رو به پلیس و محکمه بگویم باز وقت هر کسی که دخالت کنه به زندان میره. من میخوایم پیش مادرم برو. مادرم میخوایم. صبر کن جانم، حال میای. صبر کن، آرام باش. حال میای. مادرم میخوایم. صبر کن جان مادر. چی شده؟ چی میخوایم؟ میخوایم بیرون برام، خسته شدی. آی سیما، میره بیرون نماندم. ده اونجا چی گپ هست؟ باز برات میگم مادر جان، چند دقیقه دیگه نگاش که درست است. باید یک کاری کنیم. تو زینب خانه ببر، درست است؟ درست است. جایی نمیرم. جانم گپ ما گوش کن. بیا نمیرم. نه جان پدری تو میکنیم. من میرم موتورم آدم میسازم. باز پشتت میام کل ما یک جای میریم. خیلی بیایم که یک جای بریم. میریم یک دانیم. تو حالا که مادر کلانت بازی که درست است. ببین چیزایی را که خوش داری همراهت ببرسه است. درست است. حالا دیگه عجله کنین. های سیما، چی گپ هست؟ مادر جان باز بعدن برات قصه میکنم. سالاست که من دختر خود خواهرزاده میگم. یعنی سالاست که من دختر خود خواهرزاده میگم. آی چطور تو چطور تونستی کی گپا را از ما پد کنی؟ چطور تونستی؟ چیز پرسان نکن. هیچ چیز را پرسان نکن. من حال جز فکر کردن به دخترم به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنم. کسی را که سالها پشتش میگشتم حالا پیدایش کردیم، طفلی را که مادرت اختطاف کرده بود. بعدن باز به تمام سوالای جواب میدم. اما بعدن آلنی بچه دعا کو که گپ دروغ باشه. بچیم صبر کن، من همراهت گپ میزنم. ما میریم، کل چیز خلاص است. عالی است. واقعا که تصمیم عاقلانه گرفتی و من با وعده خود وفا کردم. پول به شوهرت دادم. اگر من جای تو می بودم این کارا نمیکردم. اما به هر صورت او قسم آدمان نیستیم پول پیش مردم می باشه. مریم جان هیچ تشویش نکن، تو هیچ وقت بی پیسه نمیمونی. آی خواهر، این دختر گناه نداره؟ ها؟ چی با دیده حقت کرده؟ وقتی که اینجا بیایه و ما را پیدا نکنه جگر خون نخواد شد به نظرت؟ آه مریم، واقعا نمیفهمی. تو زینب بگی ده اصل من با او خوبی میکنم. نمیفهمی؟ نمیتونه که از این طفل مواظبت کنه. تنها رفت امریکا. بیاز خانوادیش نمیتونه که از این طفل مواظبت کنه. خیلی امرای طفل خود چی کنه؟ نمیتونه دیگه. نمیتونه که از اولاد خود مواظبت کنه یا به کسی میتوش یا مفروشش. این نواسه است. میخوایم برش یک آینه بسازم. میخوایم که در پیش روی چشمایم کلان شود. تو تشویش نکن. من آیسته آیسته در گوش سیما میزنم. بازو و زودی به فرزندی میگیریش. باور کن. خود درست است. برو که صبر کو، ای قسم نمیتونی موتروانی کنی. برهان زیاد گپ نزن، مرا راحت بانین دیگه. ما تو را تنها نمیمونم. بیا جان پدر، بیا حالا. بیا.
مادر کلام تا خود جگرخون نمی کنی نه؟ برو دخترم حالا یک دونه باز برات خبر میتون مادر. جان پدر باز من برات زنگ میزنم. زفر میآید زفر. تو چیزی نگو من حلش میکنم فهمیدی؟ خواهر چی؟ اینجا چی میکنی؟ یازنه؟ چرا رنگت زرد شده؟ خوب هستی؟ ما کمی دعوا کردیم یه چیز خاصی نیست فهمیدی دقیقش نشو. شما دعوا کردین؟ ها نه جنگ جهانی سوم باور میکنم اما باور نمیکنم که شما دعوا کرده باشین. درست است اگه با هم جنگ هم کرده باشین اما یازنه جان دانه خدا باز نمیکنه. یازنه نه که راستی جنگ کردی؟ بله جنگ کردم. ما هم جنگ کردن یاد دارم. اگه میخوای پوز چانه تا میده کنم. از اینجا برو بیازو اصابم خراب است دیگه خراب نکن. خواهر چی شده نه که گریان میکنی؟ ای خدای صبر بده. من گریان نمیکنم زفر گریان نمیکنم. بله گریان میکنه. ما باعث شدم که گریان کنه برش گپای بد گفتم گریان میکنه. همین دقیقه خوشتی کنین. حالا دیگه یازنه زود شو مزرد بخوای حالا؟ آی گم شو از اینجا برو اصاب من خراب نکن تو به خدا اگه از جایم شور بخورم. حالا زود داشتی کنین زود. بریم از اینجا بریم اگه نه دیوانه رش کم لغت میکنم بریم. بخی بریم جانم بریم. خاک دست سرت که تیقه پر گفتنه. تو ناق چی گفته میری ها؟ چی گفته میری دیوانه؟ خواهر به خدا خواستم شما آشتی کنین بس ما خرس میگیری؟ خاک دست سرت که در دوا کردنه. چی به کار مردم خرس میگیری دقیقه؟ خوبی هم به درد نمیخوره. من یک دختر دارم مرهان، دختره که سالا مور خواهرزاده فکر کردیم و دوستش داشتیم. دختر خودم اما من نمیفهمیدم این گپ از ما پد کردن. سحر از ما پد کرده یا مادرم به یکی دیگه دادش. باور کن نمیفهمم. دیوانه میشم به خدا که من دیوانه میشم. بیادر بلی از خدا گوش کو چی میگم. باید به آرامی گپ بزنم. این قسم نمیشه فهمیدی؟ باور کن هم هیچ خوب نیستم بیادر. نمیفهمم که چی درست است و چی هم غلط. جانم چند دقیقه اینجا میشینیم. نه بالا بریم مصطفی خانه بریم. نه برو خدا گم کن. خواهر چی میکنی الهیم؟ برو دیگه. تو بکدیم خدایا. با آخر را رسیدیم. تباه شدیم. یعنی چی که با آخر را رسیدیم؟ توبه ما چی مشکلاتی را که تیر نکدیم جانم. انشالله ای هم حل میشه تشویش نکن. چی شد؟ اسمت آمد؟ دختر خدا روان کرد. چند روز پیش آمده بود. کسی تعقیبش نکنه از این خاطر ترسیده بود. دقار خدا شوه. یعنی دختر خدا روان کرده؟ خودش کم بود که حال دختر خودم روان میکنه. چقدر پول میخواه؟ دقیقش نشو. پولش جور کردم تشویش نکن. پولش برش دادم. چی برش دادی؟ بله ها دادم. خلاص شد. موضوع خلاص شد. یعنی تو کل پول دادی؟ های خدایا چی کنیم؟ های مصطفی ای او پولا تو از کجا کدی بگونی؟ نیکت سود گرفتی چی تو؟ او آدم ها قطره خونه آدم ها میخورن حالا چی کنیم؟ نه تو گپ نیسوده چی؟ توبه کردیم خدایا تو گپ نزن. از کجا کدی؟ پیدا کردم. سوختانن چی فایده داره؟ تو برم بگو. دادم برشان بدون که چیزی را بفهمه. توبه کردیم خدایا ایران ماندیم که کده این مردم چی کنم؟ درست تو خدا زیاد ناراحت نساز. من برشان گفتم اجاق روشن کنن. من از کجا بفهمم ها؟ من برم برات کمی او بیارم حالا چی کنیم خدایا؟ قدر پول. ای جواب بده دیگه. جواب بده. آی اگه اینا درست باشه، اگه اینا راست بگویه و تو مرا بازی داده باشه قسم میخورم که به زندان مندازمت. دروغ میگن. باور که دروغ میگن. حتما یک مشکل دارن. ما خودم زینب به دنیا آوردیم. خاله تو چرا مرا در قسم یک مشکل انداختی؟ چرا برام بگو ها؟ هر دوی تان یک جا شده اولاد براک از مادرش جدا کردین به مداد نمات است نه ها؟ مریم به نظرم فعلا سیما آماده است
وقت نتیجه آزمایشه گرفته که دیگه اولاد دار نمیشه، یعنی بهترین وقت همیاله است. به این خاطر باید یک کاری کنیم. قسمه که گفتیم درست است. سحر زنگ زدم. صبر ببینم سیما اینجا نباشه باز جواب بدی. جواب بده اما متوجه باش که خدا نبازی. درست است؟ درست است. بله سحر. مریم خواهر ده یه هفته اینجا کار و وزید خلاص میشه. پیش دخترم بیایم بخیر. بیا جانم، البته بیا تمام شد دیگه خواهر جان، جدایی دیگه تمام شد. بله خواهر جان خلاص شد. خواهر جان میشه که موبایل دا کوشش کنی میخواید سزایش بشه. های جان خواهر چند دقیقه پیش با بسیار مشکلات خواهش دادم. درست است. خیلی بیدارش نکن که خواب شوه. قد کو که سیما سحر در روزه دقیق از باز کامدی گپ میزنیم. سحر جان حال قطع میکنم، فهمیدی؟ سیما جان تو هم کم کم همراهی طفل عادت کردی. وقت اولاد نداشته باشی باید عادت کنم. خانم سیما خدا ازتان راضی باشه. زینب هم مثل اولاد خود کلان کردین. هم بسیار یک خانواده خوب نصیب شد. خدا کنه که زیر سایه پدر مادر کلان شه و انشالله. به نظرم همیال وقتش است که این کار رسمی بسازی. من نفهمیدم چه قسم رسمی میکنی؟ یعنی زینب میتونین به فرزندی بگیرین. خاله جان قسم هم امکان داره؟ کاش که میتونستین این قسم یک کار کنین. سیما جان تو تا حالا فکر کردی؟ شاید تقدیر تو را با این طفل روبرو کرده باشه و این برات یک فرصت خوب باشه. میگن که خداوند وقتی که یک دروازه را بسته میکنه دروازه دیگر را باز میکنه. بازم دقیق فکر کن. دلم میشه که این قندولک بخورم. واقعا همه قسم ازایی. شاد دختر مقبول من، جان من. خاله تو با فرزند گرفتن طفله به گردن من انداختی، یادت آمد؟ نه اشتباه کردین. من چرا باید قسم یک کار کنم؟ نظری خواهرم بود. به من زنگ زد و گفت که تو اولاددار نمیشی و یک قسم ما زیاد جگرخون شده گریان کردیم. این خوب سعی یادم میاد. باز او وقت گفتیم که باید به فکر یک طفل فرزندی باشیم. اما قدر دیگه هیچ دست من نبود. حیدر زنگ زده. درست است، جواب بده. کل چیزا برش بگو. سیما جان تو بیا، من به یادت میارم که گپ از چی قرار بود. بیا. بیا جانم بیا. بله حیدر. چی شده؟ نمیفهمم چی بگویم، زیاد گپا شده. چی شده؟ سحر اینجاست. کی؟ میگم که سحر نکی یادت رفته تا اینجا آمده ما را پیدا کرده. سحر دیگه کیه؟ هنوز میگی کی؟ مادر زینبه. میگم زینبه. چه قسم ما را پیدا کرده؟ چی بفهمم دیگه، مقصد پیدا کرده. اوف نمیفهمی که اینجا بیخی قیامت شد. حالا چی میشه؟ نمیفهمم که چی میشه، اما حالا مادرش اینجا آمده، آقا براکم آمده. نمیفهمم که چی میشه. حیران ماندم که چی کنم. به نظر تو حالا چی کنیم؟ چی بفهمم، شاید خانمایش یک را پیدا کنه دیگه. مگم تا جایی که فکر میکنم کار ما خلاص است. یعنی تباه شدیم. خیبمی خاطر یک دفعی گم شد. ترسیده و به ما چیز نگفته. درست است، اما چرا بخواه قسم یک کار کنه؟ ما بسیار نزدیک بودیم. ما راجع به هر چیز گپ میزدیم. چطور برام نگفت که حامل است؟ ما فقط برای یک چند وقت یک جای می رفتیم. بسیار برنامه خوب با آینده ما داشتیم. بیادر برنامه داشتن یا فقط که تو برنامه داشتی؟ کمی در این باره فکر کن. گفتن که شاید در زندگی کمی راحت شوین. شاید خواسته برات بگویه اما تو گوش نکردی. بیادر جان از کجا میفهمی؟
کمی زیاد در این باره فکر کنی بلیاز خدا چی میشه. از خورشید هوا پرواز میکردی، هیچ برنامه نداشتی، حتی قصد ازدواجم نداشتی. بچه می قسم یک چیز نبود. البته که ما پلان عروسی را نداشتیم، اما اگه برام میگفت تو وقت کل چیز تغییر میکرد. درست است، به خاطر هیچ چیز سحرم علامت نمیکنم، به خاطر هیچ چیزه. اما او مرا با یک پیام الا کرد، بعدش رفت و طفله به دنیا آورده، باز به یک بیگانه تسلیمش کرد. خدایا دیوانه میشم. درست است دیگه بیادر، اولادش است. تو میتونی که خود به جای قرار بدی؟ به خاطر پیدا کردن او بسیار زیاد زحمت کشیده. من اینجا چی میکنم؟ آلو خو اولاد ما شده. مردم تا کجا پشت اولاد خود میرن به خاطر یک دقیقه دیدن. حالا ممکن است که من اولاد من نبینم. ارهان برام بگو چی کنم؟ دختر حق به جانب است بیادر، دختر حق به جانب است. البته که حق به جانب است. به خاطر ما وقت ما اولاد ما پیدا کردم مثل دیوانه فقط چیخ زدم، دیگه هیچ کاری نکردم. البته که حق به جانب است. ای عکس چی است ها؟ ای چی است خانم سیما؟ به نظرتان من دیوانه هستم که عکس مریم زینب همراه خود بگردانم ها؟ فیلمایش هم همراه من هست، فیلمای یک سالگیش که در بغلم است. ببینین شما به یاد دارینی؟ بفرمایید. شما در این قضیه راه فرار ندارین. از کلتان دانه دانه حساب ای کار میگیرم، بخصوص از تو خانه مایشه. بس است، به خود بیا. کارت تولد ای طفل از پدر و مادرش معلوم دار است. توی این فکرای شیطانی را از کجا کردی و چرا میخوایی که حالی خانواده را به هم بزنی؟ در اصل میخوایی که بچه من با من دشمن بسازی، اما میفهمم که نمیتونی به این کارت موفق شوی. واقعا نمیتونی. من این خانه را خریدم اما نمیفهمیدم که در این خانه قسم آدم‌ها زندگی میکنن. این کارایت بسیار خنده‌دار است. سحر من فکر میکردم که این موضوع بسته شده، اما خبر ندارم که قدر کلانش کردی. درست است. حالا دیگه میریم سحر. خوب میشه لطفاً. از این بعد با قانون طرف هستین خانم. تو کارایش شروع کو، هر چی لازم بود من هستم. تو هیچ تشویش نداشته باش. اگه به جهنم هم برن نه نمیتونن از قانون فرار کنن. این خو میفهمی. حالا نیاز نیست که خود خسته بسازی. زود باش از اینجا میریم. حالا یک دقیقه صبر کنین خانم سحر، یک دقیقه. من نمیفهم چه قسم یک مشکل است، اما تا یک هفته دیگه ما از اینجا میریم. شما ناق وقتتان با این گپای خرد و کوچک ضایع میکنین. ما اصلا وقت نداریم که دی چیزا خود مشغول کنیم، چون رخصتی گرفتیم. ما زیاد وقت نداریم. از اینجا میریم همراه خانم و دخترم یک زندگی نو شروع میکنیم. ما نمیخوایم که اینجا باشیم و از ما رخصتی گرفتیم. نمیخوایم که با این کارای شما ما وظیفه خود از دست بدم. ما با وظیفه خودش میمرزم. بله البته آقای محترم، البته نباید کارتان از دست بدین، اما ما اولادم که سالا پشتش میگردم نمیخوایم از دست بدم. درست از هیچ کس جای نمیره. اگه میخوایی تو برو، اما زینب و سیما اینجا میباشن. این موضوع را باید حل کنیم. خب مریم جان زود باش بگو. دیگه نباید از چیز منکر شوی. بیشتر از این دیگه خود خسته نساز. فهمیدی یا نه؟ این رسیدی. باز میبینیم. مادر پدر شب بخیر. سلام برسه. شب بخیر دختره. خانم محترم شما منتظر ما بودین؟ نه بچه من رای پدر شیرین درباره یگان چیز گپ میزدم. شما داخل برین که خونک. شما هم خونک میخورین، باید بالا برین، ما در اتاق میریم. ها شیرین جان حالا از تو پرسان کنیم که در کجا باید گپ بزنیم یا نزنیم. درست است مادر، چیزی نگفتیم. آی مادر، به خواهرم زنگ زدم، زیاد کارش داشتم اما جواب نداد. کمال زنگ زد، کارشان طول میکشه، شاید فردا بیاین. حالا برین دیگه. خود چه قسم یک کار من میخوایم یک چیز بسیار مهمه به خواهرم بگویم. برو تو دقیقه سهش نشو. چی میکنی؟ باید ما تو حداقل ساعت 8 نان بخوریم. هم تو نیست پدر جان؟
درست است. نمیبینی کدام مشکلی از بان من حلش میکنم. حالا بیا که بریم. تو دیگه چه قسم علش میکنی؟ بیا دیگه میریم. خداحافظ پدر. حالا خداحافظ. بخیر برین اولادا، بخیر برین. اینقدر زبانی دختر دراز است که هیچ نگو. بیبی اسمتی طرف میایم، برش چی بگویم؟ زود باش بگو برش چی بگویم؟ چی بگویم؟ میگیم که پیدا نکردیم، باید بر ما بیشتر وقت بده. ما را خو نمیکشه توبه. همیشه زیاد جدی معلوم میشه. اگه پول خدا نگیره مستقیم میره پیش پلیس. ها بان که بره ببینه که ما امروز چی میکنم. بازی طفلا نخونید. توبه توبه. اوه ای خدای تو.